سلام و درود و سلام، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. یادتونه که پارسال دقیقاً تو روز 1 فروردین یه ویدیو آپلود کردم به اسم 13 تا فیلمی که باید تو عید بشینید ببینید. الانم که چنل میان موویز از قبل بزرگتر شده، میخوام دوباره این کارو انجام بدم. فقط قبلش میخواستم 2 تا نکته رو بهتون بگم دوستان. اولی اینه که ویدیو نقش رقص در سینما که قولش رو داده بودم در حال ساخته و ویدیو طولانی بعدی چنل قراره به احتمال زیاد همون باشه. و دومی که دوستان این 13 تا فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم سلیقه شخصیمه و متوجهم اگه یکی با هر کدوم از این فیلم‌ها حال نکنه. سعیم کردم چیزایی رو اینجا نام ببرم که میتونه توی 13 روز عید شما رو سرگرم کنه و تنوع ژانری و موضوعی و فرمی داشته باشه. اکثرا هم فیلمایی هستن که هم جنبه هنری خودشونو دارن، هم جنبه سرگرمی و خیلی هم ندیدنشون و تو ایران یه جورایی آندرریتدن. خب پس بزن بریم. 1. در بروژ. Father. Why did you murder someone, Raymond? For money. Who did you murder for money, Raymond? You, Father. به لیست فیلم زیبایی از مارتین مکدونا شروع میکنیم. در بروژ میشه گفت بهترین فیلم مکدونا و یکی از عجیب ترینا توی ژانر خودشه. فضاسازی و شخصیت پردازی این سریال به خوبی انجام شده تا رفته رفته مخاطب بفهمه چه اتفاقی قبل شروع داستان فیلم افتاده. همینطور که از اسمش پیداست تقریبا کل این فیلم در شهر بروژ جریان داره و در مورد 2 همکار و دوستی که با هم به دلیل خاصی که براتون اسپویل نمی‌کنم وارد شهری در بلژیک اگه اشتباه نکنم به نام بروژ میشن تا یک سری کار کثیف انجام بدن. دیدنش واقعا سرگرم کننده و هیجان انگیزه مثل اکثر فیلم‌های مکدونا. 2. جان مالکوویچ بودن. I was thinking, maybe you'd feel better if you got a job or something. Nobody's looking for a puppeteer in today's winter economic climate. کسایی که جان مالکوویچ رو میشناسن میدونن اون یه بازیگر خاصی که توی فیلم‌های خاص بازی میکنه. مثلا یه نمونهش فیلمی که تا 100 سال دیگه اکران نمیشه. اینجا ما داستان یه کارمند لوزر رو می‌بینیم که همیشه می‌خواسته هنرمند مشهور باشه. تا روزی می‌فهمه یه سوراخ عجیبی توی دیوار محل کارشه. و وقتی وارد اون سوراخ میشه متوجه میشه که از طریق این سوراخ میتونه تبدیل به جان مالکوویچ بشه. شاید داستان کمی عجیب و احمقانه به نظر بیاد ولی بهتون قول میدم جان مالکوویچ بودن یکی از اون فیلم‌های سورئال عجیبه که هر لحظه شما رو شوک میکنه و جدا از اون یه پیام و یه فلسفه‌ای هم به همراهش داره که شاید توی زندگی هممون به درد بخوره. فیلم بعدی 8 کوه یا همون 8 Mountains. Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti. وقتش تو روز سوم یکم آروم بگیریم و دنبال هیجان زیادی نباشیم. این فیلم ایتالیایی رو به تازگی دیدم. شنیده بودم توی کن خیلی ازش تعریف شده و می‌خواستم بدونم دلیل این تعریف‌ها چیه. و بعد دیدنش هم متوجه شدم. این فیلم در مورد 2 تا رفیقه. 2 تا رفیق که زمین تا آسمون با هم متفاوتن. سبک زندگیشون با هم متفاوته. محل زندگیشون هم همینطور. یکیشون زندگی شهری و مدرن داره و اون یکم یک زندگی روستایی داره. و همینطور عاشق کوهنوردی و طبیعته. این 2 تا دوست که از بچگی همو میشناختن سالهاست که همو نمیبینن. تا اینکه یکیشون به وصیت پدرش میره به اون یکی سر میزنه تا روی کوه یه خونه با هم بسازن. خونه‌ای که پدرش وصیت کرده بود باید ساخته بشه. بقیه‌شو دیگه نمیگم، خودتون برید ببینید. قول میدم از فرم زیباش و داستان فیلم لذت ببرید. البته فیلم ایراداتی مثل شخصیت پردازی بد شخصیت‌های فرعی و اضافه بودن بعضی سکانس‌ها رو داره. اما از اون طرف کلی نکات مثبت تو داستان و فرمش داره که بیننده رو همراه خودش می‌کنه. و پایانش هم که 4 تد لاسو. Oi mate, there's you. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you. به ببین چی اینجاست. خب بالاخره تعطیلات عید نیاز به سریال دیدن هم داره دیگه. مخصوصا سریال کمدی. تد لاسو هم خب سریال معروفیه. خیلیاتون هم یا دیدینش یا اسمشو شنیدین. برای اونایی که ندیدن باید بگم تد لاسو در مورد یک مربی فوتبال آمریکایی که به طرز عجیبی استخدام میشه تا مربیگری یه تیم فوتبال محبوب انگلیسی رو انجام بده و کسایی هم که حتی یکم به فوتبال علاقه‌مند باشن یا نه مثل من زیاد فوتبالی نباشن میدونن که این کار مثل کابوس میمونه و خیلی کار سختیه. مردم انگلیس هم بسیار روی فوتبال حساسن و به موقعش به خاطر فوتبال میتونن خیلی خشمگین بشن. ولی تد لاسو زیاد در مورد فوتبال نیست. آره درسته، شاید به خاطر همینه که یه سری طرفدارای سرسخت فوتبال ازش شاکی شدن و دیدنش رو ادامه ندادن.
چون تد لاسو بیشتر از اینکه در مورد فوتبال باشه در مورد سلامت روانه، در مورد برابری و دوستی، در مورد عشق، در مورد محبت و کنار هم بودن حتی تو سخت‌ترین و حساس‌ترین شرایط. تد لاسو در مورد زندگیه و فوتبال یعنی زندگی. تد لاسو شاید داستان خیلی خاص و پیچیده‌ای نداشته باشه، شاید علاوه هنری هم خب خیلی فرم و تکنیک و خاص عجیبی نداشته باشه، ولی در واقع تد لاسو همون چیزیه که تلویزیون و یه سریال باید بشه، چیزی که خنده رو لباتون بیاره، به موقع غمگینتون کنه، از زندگی حوصله سربر و سیاه واقعیتون دورتون کنه و به دنیای رنگی‌تر خودش ببرتتون و در نهایت هم به بهترین شکل ممکن به شما درس زندگی بده، طوری که انقدر تاثیرگذاریش بالا باشه که ناخودآگاه از اون درس‌ها توی زندگی واقعیت استفاده کنی، حتی بدون اینکه بدونی از اون سریال تأثیر گرفتی. خلاصه امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. و بعدی شماره 5، دختری که در زمان پرید. 私今野誠17歳親友は男友達の بابا مثل پارسال میخوام یه انیمه دیگر رو معرفی کنم. دختری که در زمان پرید اثر خیلی زیباییه. دقیقاً مثل رویاهای نوجوانیمونه. اینکه ای کاش میشد توی زمان به عقب برگردیم و سه چیزا رو حل کنیم و درست کنیم. ای کاش همه چی اینطوری نبود، ای کاش اونطوری نبود، ای کاش فلان چیز اتفاق میافتاد، فلان چیز اتفاق نمیافتاد. از این حرفا. داستان این انیمه در مورد یه دختر ساده با اشتباهات زیادی که وقتی به یه شیء عجیب دست میزنه متوجه میشه میتونه توی زمان سفر کنه و بعد فهمیدن این قضیه سعی میکنه با اون قدرتش یه سری مشکلات زندگیشو حل بکنه. شخصیت پردازی شخصیت اصلی و حتی شخصیت مرد مکمل به بهترین شکل ممکن انجام شده. حتما اگه از انیمه‌ای مثل یور نیم و سوزومه خوشتون اومده اینم امتحان کنید. جاده خاکی. کمربند، آینه عقب، راهنما. بالاخره خب عید نوروزه، یعنی نباید فیلم ایرانی خفن معرفی کرد؟ چرا که نه. جاده خاکی یا به اسم انگلیسیش هیت رود اثر پناه پناهی، پسر کارگردان معروف جعفر پناهیه. یکی از بهترین فیلم‌های ایرانی از دید من. این فیلم هم با استقبال جهانی خیلی خوبی روبرو شد، چه از دید منتقدا چه از دید مخاطبا. جاده خاکی یا همون هیت رود فیلمی که در لحظه میتونه به شدت شما رو بخندونه، در لحظه هم میتونه اشکتون رو در بیاره و به فکر وادارتون کنه. با اینکه علاوه هنری عالیه و عوامل به بهترین شکل ممکن کارش رو انجام دادن، فیلم ولی داستان پیچیده‌ای نداره، ولی در این حال بسیار حرفی که میخواد بزنه مهمه. جاده خاکی در مورد مهاجرته، در مورد خانواده است، در مورد وطن. داستان فیلم از این قراره که پدر و مادر پسری جوان قصد فراری دادن پسرشون و مهاجرت غیرقانونیشو دارن و دلیلش هم مشخص نیست. ولی خب هممون میدونیم دلیلش چیه. بازی‌ها توی این فیلم فوق‌العاده است. خیلیاتون وقتی این فیلم رو ببینید از ته گوشت و پوست و استخونتون درکش می‌کنید. پس چی بهتر از این که نیمه اول عید رو با همچین فیلمی تموم کنیم تا بریم برای نیمه دوم. هفت، Severance. Every time you find yourself here, it's because you chose to come back. یه سریال فوق‌العاده عجیب و قابل بحث. اصلا نمیخوام زیاد راجبش حرف بزنم. فعلا فقط فصل 1 اومده و تقریبا فصل 1 10 قسمت که مناسب دیدن تو عیده. این سریال هر قسمتش شما رو متحیر میکنه، کلی سوال میسازه و خیلیش هم نگه هم داره تو سیزن بعد سورپرایزتون کنه. حتما ببینیدش که تجربه کاملا جدیدیه. کارگردانش هم بن استیلر عزیزه که کاش بازیگری رو زودتر ول میکرد و به کارگردانی میپرداخت. چی میشد اگه محافظمون رو توی محل کار و توی دنیای بیرون از محل کار از هم دیگه جدا میکردیم؟ خب بعدی زندگی والتر میتی. حالا که بحث سورنس و بن استیلر شد، یه فیلم دیگه ساخته بن استیلر که خودش هم نقش اصلی رو بازی میکنه اینجا میخوایم اسم ببریم. به نظرم این فیلم خیلی آندرریتد. نمراتش هم به طرز عجیبی پایینه، با اینکه فیلم جالبیه، چه تکنیکی و چه محتوایی. فکر کنم فیلم بازسازی فیلم قدیمی دیگه است که البته من اون فیلم قدیمی رو ندیدم، ولی والتر میتی بن استیلر فیلم خیلی خلاقانه ای. علاوه تکنیکی هنوزم بعد بیشتر از 10 سال زیباست.
این فیلم در مورد یک کارمند ساده است که توی زندگیش احساس تنهایی میکنه. اون توی مجله لایف کار میکنه که اونجا مسئولیت انتخاب و جمع‌آوری عکسای گرفته شده برای مجله و انتخابشون برای جلد اصلی مجله رو داره. مخصوصا عکسای عکاس بسیار معروف و صاحب همون مجله که شان پن نقشش رو بازی میکنه. حالا صاحب این مجله و همون عکاس معروف تصمیم میگیره که آخرین نسخه مجله رو منتشر کنه و برای همیشه اون رو ببنده، با اینکه مجله بسیار پرطرفداره. شخصیت اصلی ما هم یعنی والتر میتی باید آخرین عکس جلد مجله رو تحویل به مسئولای اونجا بده تا اون رو روی جلد اصلی مجله آخرشون بذارن. اما اون عکس به طور ناگهانی گم میشه و بعد دیگه خودتون برید ببینید. کاش فیلم‌های بیشتری این روزا شبیه والتر میتی ساخته میشد. پوسترهای فیلم هم عالیه. خدا حافظ لنین. Heimat sind auch all die Bäume im Wald. Unsere Heimat ist. خب یه فیلم کمدی درام دیگه، اونم تو روز نهم. در مورد خداحافظ لنین باید بگم یکی از جالب ترین کمدی‌های سیاسی اجتماعی که توی عمرم دیدم. فیلم آلمانیه، توی آلمان هم ضبط شده. در مورد موضوع فیلم هم باید بگم همونجوری که میدونید وقتی آلمان بعد جنگ جهانی به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شد، بخش غربی اون به دست آمریکا و سرمایه‌دارا افتاد که خب اوضاعش بهتر بود و بخش شرقی اونم به دست شوروی افتاد که اونجا سعی شد سیاست‌های کمونیستی و ضد سرمایه‌داری همون کپیتالیستی اجرا بشه. حالا فرض کنید یه خانواده که مادرشون طرفدار سرسخت شوروی بوده به دلیلی وارد یک کمای طولانی میشه و تو این مدت دیوار برلین فرو میریزه و شوروی شکست میخوره و در نهایت هم سیاست‌های کپیتالیستی وارد بخش شرقی میشه. و دقیقاً در همین دوران مادر خانواده به هوش میاد. دکتر بچه‌شون میگه اگه مادرشون به هر شکلی شوک بشه، این شوک میتونه باعث مرگش بشه. از اونجایی هم که آلکس فرزند خانواده میدونه چقدر مادرش به شوروی و کمونیسم علاقه داشت، سعی میکنه حال هوای خونه رو، تلویزیون و چیزای دور و بر رو طوری طراحی کنه که انگار هنوز آلمان شرقی وجود داره و این حکومت هنوز سقوط نکرده تا مادرش شوک عصبی شدیدی بهش وارد نشه. چطور میشه خلاصه این فیلم خلاقانه و دوست داشتنی و خوند و نرفتیدش؟ حتما ببینیدش که هم درس‌های سیاسی خوبی داره، هم حالتون رو عوض میکنه. شماره 10 بابیلون. If you could go anywhere in the whole world, where would you go? چه فیلم لذت بخشی. فیلمی از دیمن شزل عزیز در ستایش سینما و افرادی که در یک دوره مشخصی از هالیوود فدای سینما و سیاست‌هاش شدن. فیلمی که هم منتقدا در حقش نامردی کردن، همینطور فروشش از هزینه ساختش پایین‌تر شد. با اینکه فیلم پرستاره‌ای بود که همین دلایل به طرز عجیبی آن رایتدش کردن. این فیلم همونطور که در مورد سینماست، در مورد 3 تا شخصیت اصلیه که اولی پسر مکزیکی به نام منوئل که آرزوی کار در سینما و تبدیل شدن به یک شخص مهمی تو زندگیشو داره و از اون طرف بازیگر بسیار معروف و مشهور و پولدار به نام جک کانراد که نقششو براد پیت عزیز بازی میکنه. جک کانراد داره به خاطر عوض شدن سینمای صامت به سینمای امروزی که خب هم دارای صدا و هم دارای دیالوگ، همه معروفیت و اعتبارش داره تو سینما از دست میده و برای همچین شخصی بیکاری و بازیگری نکردن یعنی زندگی نکردن. و حالا شخصیت بعدی خانومی به اسم نلی که نقششو مارگو رابی بازی میکنه. نلی هم اونجا که زندگی سختی داشته، همیشه توی زندگیش آرزوی اینو داشته که تبدیل به یه ستاره بشه. و حتی برعکس جک کانراد اونقدر هم به هنر اهمیت نمیده، با اینکه بسیار بازیگر با استعدادیه. فقط دنبال معروف شدن، پولدار شدن و عشق و حالشه. این 3 تا شخصیت هر کدوم نماد 3 دسته آدم توی هالیوود و حتی توی کل سینما هستن. جالبه بدونید اکثر شخصیت‌های فیلم الهام گرفته شده از شخصیت‌های واقعیه. از لحاظ تکنیکی هم که اصلا نگو، فیلم عالیه، مخصوصا قاب‌بندی و فیلمبرداری و طراحی صحنه‌اش. موسیقیش که مثل فیلم‌های دیگه شزل شاهکاره. همینطور هم که فکر می‌کردم هم حق فیلم و هم حق موسیقیش توی اسکار خورده شد و هیچ جایزه‌ای نگرفت. تنها ایرادی که به فیلم وارده اینه که سری سکانس‌های اضافه داره. بهترین فیلمی که تو روز دهم میتونید ببینید. حتما بشینید ببینیدش و نظرتون رو راجع بهش زیر برام کامنت کنید. شماره 11 خانه دوست کجاست؟
حالا که داریم با آخرای عید میرسیم وقتش قضیه رو یکم جدی‌تر کنیم. چی میتونم راجع به این فیلم بگم؟ خیلیاتون حتی فکر کنم دیدینش. شاهکار عباس کیارستمی عزیز، فیلمی که هر بار وقتی میبینمش انگار با هم داره حرف میزنه. هرچی بزرگتر میشم و بیشتر میبینمش بیشتر درکش میکنم. مثل اکثر فیلم‌های دیگه کیارستمی. خانه دوست کجاستم در مورد رفاقته، در مورد پیدا کردن خانه دوست و کمک کردن بهش در دنیای روستایی که داره کم کم با مدرنیته آشنا میشه، ولی هنوز کوچکترین امکانات استاندارد حتی تو مدارسش هم نداره. بیشتر از این دوست ندارم چیزی راجبش بگم چون بیشتر این فیلم دیدنیه تا شنیدنی. پس به نظرتون آخر خونه دوست رو میشه پیدا کرد؟ امیدوارم. کلوز. میخواستم مثل پارسال این فیلمم بذارم برای روز 13 تا حسابی غمگین بشید، ولی خب نظرم عوض شد. حالا که خانه دوست کجاست دیدید، بشینید کلوزم ببینید. شاهکاری که به نظرم هم نخل طلا حقش بود و باید میگرفتش و هم اسکار. این فیلم هم از لحاظ داستانی و هم از لحاظ فرمی فوق‌العاده است. نمیتونم ازش ایرادی بگیرم، مخصوصا به شرطی که از فیلم‌های رئال خوشتون بیاد. داستان فیلم در مورد 2 رفیق قدیمی چندین ساله است که همه به دلیل نزدیکی زیادشون به هم مسخرهشون میکنن تا اینکه بینشون اختلاف به وجود میاد و کم کم از هم دورتر. حتما این شاهکار رو ببینید. کوچکترین پلان و دیالوگ این فیلم هم بی‌دلیل نیست و کارگردان میخواد باش چیزی رو بهمون بفهمونه. علاوه روانشناسی هم که فیلم به شدت خوب کارش رو انجام میده. حیفه که کلوز رو ندید و در آخرش به فکر فرو نرفت. سیزده و آخریش اسنچ یا همون قاب زنی. خب رسیدیم به روز آخر. همونطور که گفتم قرار بود جای کلوز با این فیلم عوض بشه، ولی خب بهتره این عید و 13 بده رو با خوشی تموم کنیم. قاب زنی یا همون اسنچ اثر گای ریچی، نسخه انگلستانی و شلوغ‌تر پالپ فیکشنه. در واقع به نظرم تنها فیلمیه که میتونه باهاش رقابت کنه. بازیگرای با استعداد و معروف زیادی هم توی این فیلم کمدی تقریبا اکشن بازی میکنن و همشون هم نقششون به بهترین شکل ممکن در اومده. یه سری الماس از یه سری یهودی دزدیده میشه، حالا یه سری یهودی دیگه به همراه یه سری انگلیسی دیگه و یه سری سیاه‌پوست دیگه و یه سری روس دیگه و یه سری کلی و یه عالمه آدم دیگه دنبال اون الماسن. ایده فیلم شاید یکم تکراری به نظر برسه، اما گای ریچی به شکل منحصر فرد این فیلمو جلو میبره، به طوری که هر لحظه فیلم مخاطبو شوک میکنه و یه لحظه هم نمیذاره مخاطب آروم بگیره. تازه این فیلم به نظرم یک کلاس تدوینه. ادیتینگ این فیلم خیلی خاصه، شبیهش رو توی فیلم خیلی کم دیدم. خلاصه امیدوارم باش بخندید و کیف کنید. و تموم شد. 13 روز تموم شد. خب یه سال دیگه گذشت. خیلی چیزا نسبت به پارسال و ویدیو قبلی تغییر کرده. ما هم سعی کردیم تو این چنل یا این چنل میان موویز یه سری تغییرات ایجاد کنیم و امیدوارم شما هم تو این سال جدید سعی کنید تو زندگیتون اخلاقای بدتون رو تغییر بدید و اخلاقای خوبتون رو چندین برابر بیشتر کنید تا هم حال خودتون خوب بشه هم حال دور و بریاتون. امیدوارم از این ویدیوهای کوتاه یا همون شورتی هم که ساختیم خوشتون اومده باشه. این سال جدیدم با کلی ویدیو کوچیک و بزرگ دیگه به همراه دوستان در خدمتتونیم. اگه نظری، نقدی، چیزی هم راجع به این ویدیو یا فیلمایی که توش نام برده شده بود داشتید، حتما این زیر کامنت کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. و هیچ چیز مثل سال نو نمیتونه ما رو دوباره به زندگی کردن امیدوار کنه. تا سال بعد، فعلا.